مهمان امروزه ما رaavi هستند، یاردمچی آموزاندن زبان انگلیسی در مرکز آمریکای شهر خوجند، یکی از مرکزهای فرهنگی در سراسر کشور که از طرف حکومت ایالات متحده آمریکا مبلغ گذاری شده است. رaavi از شهر آستینی ایالات تگزاسی ایالات متحده آمریکا می باشد. السلام دوستانی عزیز. Hi everybody, my name is Raavi and I'm one of the Fulbright English teaching assistants at American Space, Fujian. Sure, yeah, so I first came to Tajikistan in late August and I'll be here for 10 months, inshallah, until end of June. I'm part of the Fulbright English Teaching Assistant Program, which is a program from the US government that sends young Americans to different parts of the world in order to kind of engage in community and teach English. I was lucky to be placed in Fujian and I really enjoyed kind of making a home here and learned some words. دیدن جایهای نو و آموختن چیزهای نو را دوست می‌دارد. در وقتهای خالگی خود به بازار محلی پنجشنبه می‌رود. رaavi میگوید من با مردم محلی ملاقات کردن را دوست می‌دارم و وقتی که به بازار می‌آیم حتما یک کلمه نو یاد می‌گیرم. من به تاجیکستان در ماه آگوست آمدم و با زبان تاجیکی یگان کلمه گفتن نمی‌توانستم. سلام دوستانی عزیز، ما حاضر در این دوستانی جایی در همه تاجیکستان نه پنجشنبه منور. همینجا من بسیار کلمه تاجیکی یاد گرفتم از سمساگر، از فروشنده. من سبلا میکنم، همه کلمه تاجیکی یاد گرفتم. من تصور نمی کردم که تاجیکستان اینقدر دولتی زیبا باشد. خصوصاً میوه، سبزیجات و طعم‌های ملی تاجیکان به من پسند آمد. من تاجیکستان رو دوست می‌دارم. تاجیکستان خیلی دولتی زیباست. رaavi میگوید.